is this? I like this. دوستان اگه شما همچین FPS میخواین فقط باید این برنامه که روی صفحه میبینین دانلود کنین و FPS 90 رو بگیرید. خب دوستان شاید شما مثلا متوجه نشده باشین که FPS چقدر تغییر کرده، ولی من احساس کردم شما باید حتما امتحان کنین. میرین داخل مارکت بخش جستجوش گرافیک سیستم پابجی رو میزنین و اولین برنامه که واسه شما بالا میاد رو نصب میکنین. این برنامه سفیده که 2 تا آچاره. خب اینو میزنی. حالا من نصب کردم بخش اجرا اومده، شما با صداتون باید نصب باشه. حالا اینجا 4 میگو ستاراش 4 و 6 که خیلی خوبه و خیلی ازش راضی بودن. و یه نکته که هست با شما وارد پابجیشین بخش کنترل و سنسیویتی رو سیف کنین که یه وقتی که این برنامه رو اجرا کردین سنسیویتی رو نپرین. سنسیویتی رو حتما این کار کنین. حالا کنترل احتمالش هست بپره ولی سنسیویتی حتما میپره. خب حالا وارد برنامه میشین. اگه دانلود کرده باشین این بالا ورژن های پابجی موبایل هست، مثل گلوبال، چین، کره و هند خیلی زیادن و ما گلوبال رو انتخاب کنیم چون نسخه جهانیشه. خب میرین اینجا بخش اولی مال پیکسل گوشیه که گرافیک هر چقدر بیان گزینه‌ها پایین‌تر گرافیک بازی میره بالاتر و باش کاری نداریم. پایینی هم همینطور و پایین‌ترش مال FPS که 90 FPS کنیم. پایین FPS مال مثلا واژه یه صفحه که 4x بذارین و پایینی مال رنگه که دومی گزینه رو بذارین و پایینی و بقیه اینا هم همشون مال گرافیکه. اگه گوشیتون میکشه گرافیک رو بدین بالاتر که صفحه واضح تر شه. اگه هم گوشیتون مثلا در حد 5 میلیون 6 میلیون بود همین عادی رو بذارین. خب اگه این کارا رو انجام دادین بخش سفیده رو میزنین، اوکی میزنین، خودش میره داخل پوشه ها و میاد میگه استفاده از این پوشه اجازه دادن رو میدین و از این پوشه استفاده میکنه. یه بار روی سفیده که بزنین یه تبلیغ میاره، اگه هم نه چیز مهمی نیست و رانگه ایمو میزنین و خودش اتومات میره داخل بازی و وقتی یه وارد بازی شه یه اروری واسه شما میاد، میگه آیا میخواین همچین چیزی رو ادامه بدین یا نه، چون خاطر اینکه FPS که شما میگیرین به گوشیتون نمیخوره همچین اروری میده. ما یس رو میزنیم چون خاطر اون همچین یس رو قبلا میگیم و بخش تنظیمات رو بریم همین بخش کنترل از اول اومده. اگه شما میخواین یه تنظیمات خوب واسه بخش کنترل و بخش پیشرفتش بگم ما زیر کامنت بگید و بخش سنسیویتی نپریده. حالا من نشون ندارم حواسم نبود ولی بعدش که نپریده اولش هم پریده. خب این بخش رو خودم تنظیم کنم که واسه بازی لازمه. حالا بعدم کاملش بکنم و واسه شما میذارم. خب اگه تا اینجا خوشتون اومد حتما لایک و ساب فراموش نشه. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.